برای همین هم میگم اگر که بچه ها بی تربیه اند، اگر که بچه ها شوخند، گپ ندارند، گپ گوش نمیکنند، این است که ما باید راه های گفتن ایواز کنیم. به این اسلوبی که تا امروز گفتیم امروز دیگه به درد نمیخورد، باید با اسلوب دیگر گوییم. میتونید گویید مثال بیارید که چیکار کنیم؟ من تلاش میکنم مثال های بیارم که خلافی مثلا قانون های معارف نباشه. مثلا یک زمانی من میخواستم که تلفن استفاده کنیم در درس، من اقرار میشم که کاری درست نکردم، من استفاده کردم. مثلا در زمانی که من آموزگاری یکی از مکتب های خیلی با نفوذ شهر بودم، یکی از درس ها من گفتم که درسی آینده از تلفن استفاده میکنیم. یعنی این کاری من درست نبود از یک دیدگاه. مثلا من فرمانی وزیر اجرا نکردم، گفتم تلفن باید بریم، به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم، میخواستم دانم که آیا میشد به واسطه تلفن این معلومات گذران به شاگردها، به خواننده ها. درسی آینده بچه ها تلفن آورد، من گفتم فلان موضوع را میخوام از اینترنت بارگیری کنیم، اسکچت کنیم و از تلفن خوانیم. و این موضوع هم ما اسکچت کردیم و از تلفن هم میگه از تلفن خواندیم موضوع درسیه. اگر من میگفتم که بچه‌ها باید کتابخانه رویم، فلان کتاب بگیریم، فلان صفحه‌اش خوانیم، بچه‌ها این کارو نمیکردن. اما گفتم که از تلفن خوانیم، بچه‌ها همه خواندن و همون درس همه بهای خوب گرفت. همون درس موضوع از خود شد برای بچه‌ها و من از نتیجه کار خودم لذت بردم از یک جانب. از جانب دیگر وقتی با همکارام تقسیم کردم، گفتم این گونه شد، پیشنهاد کردن که نه این کارو نباید کنیم، بخاطر که خلاف قاعده معارف است که ما نباید تلفن استفاده کنیم.